همچنان در خدمت آقای ربیعی هستیم، یکی از معروف‌ترین جنسیست‌های نایتروس ایران رو دارن و می‌خوایم ازشون بپرسیم که طریقه نصب یک کیت نایتروس به چه صورته؟ خیلی ممنون میشم. ببینید نایتروس‌های که روی ماشین وصل میشه دو مدل داره، نایتروس خشک و تر. نایتروس تر نایتروسیه که همراه با گاز نایتروس بنزین هم تزریق میشه. این سلنوئید روی منیفولد ماشین نصب میشه و یه ورودی بنزین داره و یه ورودی گاز نایتروس که وقتی شما کیت نایتروس رو دکمه‌شو میزنید در حقیقت بنزین و نایتروس همزمان وارد منیفولد میشه و از منیفولد وارد محفظه احتراق میشه. عرض شود خدمت شما که اینا هم که سلنوئیداشه، یه سلنوئید برای بنزین، یه سلنوئید برای گاز نایتروس. یه سلنوئید برای گاز نایتروس. جناب ربیعی، حالا یه داستان، شما چرا دو تا ورودی برای ببین الان این ماشین دو تا کیت نایتروس مجزا داره. بله. برای در حقیقت اینکه دستمون باز باشه برای توانای مختلف. درسته. یعنی شات پایین، شات بالا. بله. میتونی تنظیم بکنی به نسبت ماشینی که میخوای باهاش درگ بذاری با مسابقه بذاری، از شات پایین میتونی استفاده بکنی تا شات بالا. مثلا شما یه دونه شات 40 اسبی می‌بندی روی یه دونه 80 اسبی روی این. درسته. یعنی در حقیقت شما میتونی 40 اسب ماشین اضافه کنی، میتونی 80 اسب یا از هر دو تاش استفاده کنی، 120 اسب اضافه کنی باشه. بستگی به ماشینی که می‌خوایم باهاش بگازیم و تو دنده‌های مختلف میتونیم مقدار توانمون رو تنظیم بکنیم. بعد یه مسئله دیگه، نصب کردن کیت نایتروس روی موتور فابریک ممکن هست یا خیر؟ بستگی به موتورش داره و ماشینش. روی این موتور شات بالا نمیشه استفاده کرد، یعنی پیستون و شاتون و ادوات داخلیش جواب شات بالا رو نمیده. حتما باید باز شه و پیستون و شاتونش با لوازم افتر مارکت تعویض بشه که بتونه این توان رو تحمل بکنه. درسته. پس روی ماشین فابریک جزء نه با این توان نمیشه، نه همچین توانی نمیشه استفاده کرد. خیلی ضعیفه. داستان دیگه شما کنار سوزنای حالا نایتروستون یه دونه سوزن دیگه هم دارید، داستان این چیه؟ این واتر متانوله. مخلوط آب و متانول رو تزریق میکنه توی منیفولد. هم دمای دمای منیفولد رو میاره پایین، هوای ورودی رو دماشو میاره پایین، همین که اکتان سوخت رو میبره بالا. اکتان سوخت رو انجام میده. یه سوال دیگه، داستان جنسیسای یه چراغه چیه؟ این مکش مستقیم اگه نگاه کنید دقیقاً مستقیم هوا از این داخل این محفظه میشه و وارد موتور میشه به صورت مستقیم، نه پیچ و خمی، در واقع رمیره و تقریباً 2-3 PSI فشار هوا رو زیاد میکنه این حرکت روی ماشین. من چیزام برام جالب بود، این بوهای نارنجی توی موتور شما چه کاری انجام میدن؟ اینا توپای آتش خاموش کنه اتوماتیکن. اینا وقتی شعله بهشون، ما وقتی که کلاس آزاد میخوایم وایسیم، مسابقات کلاس آزاد با نایتروس، ماشین باید آتش خاموش کنه اتوماتیک داشته باشه. اینا طرز کارش اینه که وقتی شعله بهشون بخوره اینا میترکن و مواد ضد آتش و آتش خاموش کن رو توی سطح موتور پخش میکنن و آتش رو خاموش پس اینا به صورت خودکار فعال میشن، به صورت خودکار با خوردن شعله منفجر میشه توی زیر کاپوت میترکه و آتش رو خاموش میکنه. خیلی عالی، واقعا لطف کردید. دوره کوالیفای و تایمگیری 6-8 اتمسفر تموم شد و الان میخوام بچه‌ها برای دور آزاد، تایمگیری دور آزاد آماده بشن. تشریف میارین لحظه؟ بیام. آقای باسره، چه کاری دارین الان انجام میدین رو ماشین؟ چی شده الان؟ ما داریم آماده میشیم برای کلاس آزاد. نایتروس ماشین هستش، به این وسیله داریم گرم میکنیم. گرم کنه نایتروس اینجا رو بگیرین. بعد این گیج نایتروس که الان من دارم میبینم باید در واقع داخل این یخ میزنه، داخل این کلاس. درسته؟ باید دمای این به حدی برسه که نسبت مایع به گاز و فشار این نایتروس جوری تنظیم بشه که بتونیم ما استفاده بکنیم. درست. پس تو فصل سرما باید گرمش کنین کلا اینا، یا کلا باید گرمش کنین؟ تو فصل‌های گرم هم بعضی موقع باید گرم بشه. این باید گرم بشه چون سیستمش در واقع به صورتیه که فشارش باید در حدی بیادش که ما می‌خوایم، یعنی ستاپ شده ماشین. آها، چون سرده فشارش کم میشه و حالا از اون طرف هم خروجی که میخواین ازش نمیتونین بگیرین. این یه وزن مایع داره داخل گازش اندو، این وزن مایعش یه وزن حالا نرمالی هستش که ما هر بار استفاده می‌کنیم این وزن کم میشه. از 3 کیلو ما 5 کیلوگرم گاز توی میزنیم، از 2 کیلو و نیم پایین‌تر بیادش دیگه قابل استفاده برامون نیستش، ولی علاوه بر اون ما باید
گاز اینم فشار گاز اینم بعد تنظیم بکنیم. فشار گاز نایتروس با گرم کن داره در واقع پر میشه. اینم که می‌بینید داره گرم میشه. گرم الان این بله گرمش می‌کنیم تا به اون فشاری که می‌خوایم برسه. فشار رو چند بار باشه الان این 1800 پی اس آی 1800 پی اس آی درجه‌ای که این هستش اگه اشتباه نکرده باشم. ما تا الان 1000 و دورور 1500 پی اس آی ما تا ته دیگه تا جایی که جا داره دیگه اینو تا جایی که گرم بشه دیگه کامل تا نهایتش. ما میده الان روی این 1800 پی اس آی فشار. کار دیگه هم باید انجام بدین جز وصل کردن کپسول و گرم کردنش. برای سیستم نایتروس نه از قبل همه ستاپ شده آماده شده تمرین کردیم تو چه دنده این چون کوچیک‌ترین اشتباه مساوی از بین رفتن موتوره. مهمترین چیز اونه که حالا کی اون نایتروس رو استفاده کنین و حالا اون خروجی ماشینتون چه بهترین جواب بگیرین دیگه درسته؟ بله میگم قبلا همه این ستاپ‌ها انجام شده تست‌ها رو انجام شده میگم چون ستاپ نایتروس بسیار بسیار کار سختیه و ترکیدن موتور عادی نیستش مثل موتوری نیستش که الان شاتون بزنه یعنی جوری این اتفاق انجام میده و منفجر خود راننده شاید اصلا وحشتناک باشه براش تحمل این صحنه. به خاطر همین باید دیگه تمام دقتمون رو بکنیم. بعد فعال سازیش به چه صورت هست؟ کلیدی داره، ضامن داره، چطوریه؟ من گذاشتم کلیدش رو روی دکمه مثلا کنسل خودرو وقتی که دیگه تو دنده تو نور دلخواه رسیدش دکمه رو میگیرم و در واقع نایتروس با سوخت قاطی میشه میادش داخل منیپول. بعد این شاتاش به چه صورته؟ یعنی یک مقدار معینی خودش وارد میکنه یا هر چقدر خاصی میتونی دکمه نایتروس رو نگه داری؟ نه ببینین سوزن داره، دو تا سوزن داره. ما برای نازل ناسمون و نازل بنزینمون میزان پاشش رو تنظیم میکنیم. بله. داینو که AFRمون بتونه یه AFR مناسبی رو بهمون بده. درسته؟ در واقع اون تنظیم از قبل تنظیم شده نسبت هورس پاوری که داریم این توانی که میگیریم. حتی ما الان با توجه به این زمینی که الان سرد هستش بازم ستاپ نایتروس فرق میکنه تو چه دنده‌ای استفاده میکنیم میزان شات رو چجوری تغییر بدیم ولی ثابت هست اینو از قبل اوکی میکنیم میبریم روش دیگه ثابته یعنی من میزنم شات متغیر نیستش. بسیار عالی خیلی لطف کردی قربون شما سلامت باشی. جناب ربیعی الان میخوای کپسول ماشین رو وصل کنی ما طریقه نصب کپسول رو روی ماشین الان میگیریم براتون و خب یه دونه کپسول وصل می‌کنی؟ یه دونه هم عقب ماشین اگه دوربین بگیرین. یه دونه هم عقب هست. اینم سفتش میکنن که سرداش کپسول تکون نخوره اونم که شیلنگی هست که به کپسول وصل میشه. جناب ربیعی ما الان دیدیم که کپسول یه کپسول عقب داره یه باتری هم کنارشه. بله. ماشین باتری دوم داره باتری بردیم عقب. باتری جلو رو بردیم عقب برای بحث تقسیم وزن اینکه یه خورم جا داشته باشیم برای ادواتی که می‌خوایم نصب بکنیم. پس باتری بردیم عقب که تقسیم وزن درست شه. تقسیم وزن هم که جای خالی داشته باشیم. درصد تقسیم وزنتون چطوریه؟ الان 1% تغییر کرده. قبلا 56 به 56 به 44 بود. الان شده 55 45. یعنی الان 55 جلو 45 عقب. برای بحث چسبندگیش باتری بردین عقب. هم بحث چسبندگی هم بحث هندلینگ ماشین توی پیچا بود. تاثیر داره پس. تاثیر داره 1% آره دیگه درصد هم خوشه درصد توی زمینه. دست شما در نکنه. مرسی موفق باشید. خسته نباشید.